برادر و خواهرم، قلبت را با قرآن آبیاری کن. قبل از این که قلبت خشک شود با قرآن آبیاریش کن، چرا که حیات قلب ها با قرآن است. کسی که دنبال سعادت و برکت در عمر و وقت و زندگی و علم و عملش می باشد، پس هر روز وقت خاصی را به قرآن اختصاص دهد و در مورد آن کوتاهی نکند. هرگز قرآن را رها مکن برادر و خواهرم. قسم به ذات الله که قاری قرآن نه غمگین می شود، نه اندوهگین می شود و نه غرق هم و غم می باشد. کسی که قرآن را دوست بدارد و آن را در قلبش قرار دهد و خود را مشغول به تلاوت آن نماید و قلبش را با اجرای احکام و عمل به اوامرش آباد نماید، خواهی دید که به طاعات وابسته شده و هم نشینی با اهل قرآن را دوست دارد و در نتیجه الله سبحانه و تعالی محبت او را در قلب مردم قرار می دهد و او را از اهل و افراد خاصی درگاهش قرار می دهد. و چه سعادتی بالاتر از این که تو از افراد خاصی درگاه پروردگار تمام این هستی ها شوی. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.